فرق نداره شما کارکنی دولتی هستید، شما راهبر یک شرکت معروف هستید، شما پیش از همه یک شهروند جمهوری تاجیکستان هستید، شما پیش از همه یک مسلمان هستید. پس هر کسی که حق یک مسلمان رو میخورد او در این دنیا و در آخرت شرمنده و شرمسار است. شما فکر نمیکنید که همین یک سوزشواری که در نظر شما ناچیز میتابد، وقتی که سوزشواری قیمت شد، نرخ محصولات غذایی قیمت میشه و سوزشواری قیمت شد، خواهونا خواه مسافرکشانی قیمت میشود. بعد این ضربه نهایی به کی است؟ به همون مردم فقیر و کمبغل است. به نام الله بخشنده و مهربان، سلام و صلوات بر رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و در نهایت ادب با یکایک شما دوستان عزیزم، تماشابینان ارجمند، السلام علیکم میگویم. شما اگر آگاه باشید، دیروز در تمام جهان روز عمومی جهانی عدالت اجتماعی قید کرده شد که از جانب سازمان ملل متحد این روز همچون روزی رسمی است، قبول شده است. مقصد از گذراندن این روز چه است؟ یعنی مردم باید خودش برای به دست آوردن عدالت کوشش کنند. متاسف از آنم که بسیاری از ما و شما عادت کردیم که وقتی یک جا ناحقی یا ناعدالتی را دیدیم، همانا گویا این چیز به ما دخل ندارد روی میتابیم و به دهانمان مهر خاموشی زده صبر و طاقت میکنیم. واقعا مردم تاجیک مردم پرصبر و پرطاقتند، ولی شما فراموش نکنید که این صبر و طاقت در مقابل یک ناعدالتی که بر سر شما بار کرده می شود از جانب کسی یا چیزی یا یک گروه، فراموش نکنید که از روی یک قانون است، قانون بازار. قانون بازاری که در تمام جبهه های حیات اجتماعی جامعه آن عملی می شود. در بازار قانونی هست، میگویند که برداشت زم کن، نبرداشت کمش کن. خوب تحمل کردید؟ فکر کنید در این باره. وقتی که یک چیز به سر شما بار کرده می شود و شما با آن طاقت میکنید و صبر میکنید، این خواه و ناخواه با آن آورده میرساند که این مشکلیتون زیادتر شدن میگیرد. یعنی شما باید چی کار کنید؟ برای این شما باید حق طلبی کنید، حق خود را طلب کنید. مثلا من در یک هفته آخر که در راه نبودم، چند روز پیش بر آمده بودم نرخ سوزشواری یک مراتب کمی بالاتر رفته. امروز از این شب وقتی که من در نقطه های فروش سوزشواری وارد شدم و دیدم، باز نرخ سوزشواری یک مراتب دیگر تغییر یافته است. اگر یک هفته پیش نرخ یک لیتر گاز مایع با استفاده برندگان 3 سوم 90 این 4 سوم فروخته میشد، 2 مراتب قیمت شده و این بگو نرخ یک لیتر گاز مایع یا پروپان در نقطه های فروش سوزشواری تا با 4 سوم و 55 درم قیمت شده است. بنزین که پیش وقت 6 سوم و 60 درم ارزش داشت، امروز با نرخ نه کمتر از 7 و یا خود 7 سوم و 20 درم فروخته می شود. الان خود قضاوت کنید چرا چنین است؟ کسی درباره بلند شدن نرخ سوزشواری چیزی نمیگوید. سبب عیب در خود ما است، چون که ما طلب نمیکنیم که برای چی قیمت شد. به قول این منبع در سال 2021 حکومت جمهوری تاجیکستان از فدراسیون روسیه 830,000 تن 830,000 تن مواد سوخت وارد میکند بدون باج‌های گمرکی، یعنی با نرخ ارزانتر. من همین را پرسیدنی هستم، همچون یک شهروند، همچون یک فردی که بیسواد است، نمیداند هیچ معلومات ندارد ولی استفاده برنده است. این حق من است. یعنی به خاطر آنه که شرطنامه بود در حدود جمهوری تاجیکستان علاکه از ماه ینور، مالش ینور نشد، از ماه فوریه باید وارد کردن سوزشواری ارزان شروع میشد، ولی دیگر کسی نمیگوید. سالهای پیش همین بود، من شاهدی میدیم همین که تا ماه اپریل مای نرخ سوزشواری به طور نظررس پایین می آمد و میگفتند که این همون نرخ سوزشواری است که به باج گمرکی می آید و امروز بهره ببرید. خیر خرسند میشدیم، میگن 2 ماه 3 ماه بود، ولی اکنون ببینید که ماه فوریه است هنوز، ولی نرخ بالا رفتن دارد و پایین نمی آید. پس مسئولین خدمات دولتی که در این کارسر و کار دارند چیکار میکنن؟ مثلا خب خدمات ضد انحصاری است، وزارت صنعت و ذخیره های آبی است. وقتی که شما مسئول هستید چرا نظارت نمیکنید که این نرخ از کجا بالا میرود؟ خدمات ضد انحصاری باز بهانه نکنید که از فلان جا من قیمت شد.
اینش یک دردی بخیر. شما مسئولان تاجیکستان در این دردی شما هم است. وقتی که با نقطه های فروش سوزشواری نمیگردید، خب شما چقدر همون معاش گرفتگیتون رو میگید حلال است، حلال کار میکنیم. شما وظیفه دار هستید که به هر یک نقطه تامین سوزشواری رفته و بیش سنجید. من مثلا با چند دو رفتم با بخلاشکا، خب 3 لیتر گفتم در یک ستیلچه گیرید با من بار کنید. باور کنید در هر کدومش بخلاشکای 1.5 لیتر پر نمیشود. همون به حد معیار معین 1.5 بخلاشکا میشود. دل خواه یک نقطه سوزشواری رو در دل خواه گوشه کشور ببینید، یعنی فروش در نقطه های فروش سوزشواری به طور فریب است، ناعدالتانه است. آنهایی که از خارج میآورند آنها هم ناعدالتانه نرخ را بالا میکنند. فرق نداره شما کارکنی دولتی هستید، شما راهبر یک شرکت معروف هستید، شما پیش از همه یک شهروند جمهوری تاجیکستان هستید، شما پیش از همه یک مسلمان هستید. پس هر کسی که حق یک مسلمان را میخورد او در این دنیا و در آخرت شرمنده و شرمسار است. خیال کردید که در این دنیا همش همین خیلی ساخته شده است و تمام. شما 2 چشم برای چی دارید؟ 2 میژه برای در 2 طرف میژگان دارید، برای چی است؟ 2 دست دارید، 2 پای دارید. یگان چیز رو خداوند طاق نآفریده است، به خاطر که شما بدانید که 2 پهلوی ترازو است که در اعمالتان ثبت نشود. همین رو فراموش نکنید که در قرآن کریم هم خداوند میگویند 11 یا 12 جا فراموش نکنم، محض درباره عدل و عدالت آیه ها را نازل کرده برای ما و شما. پس اگر ما و شما ایمان به خدا داریم، امروز بار دیگر من چون امروز گذشت شام می شود، ندیدم که در جای همین موضوع ها بررسی شوند، با شما رو می آورند که نرخ ها بالا رفتن دارند. علل خصوص همین سوزشواری که من مثال آوردم. شما فکر نمیکنید همین یک سوزشواری که در نظر شما ناچیز میتابد، پگاه با مواد غذایی، با دیگر بار و کالاهایی که مردم از یک منطقه به منطقه دیگر انتقالش میدهند تاثیر میرسانند. وقتی که سوزشواری قیمت شد، نرخ محصولات غذایی قیمت میشه و سوزشواری قیمت شد، نرخ بار ساختمانی قیمت میشه و سوزشواری که قیمت شد، خواه مسافرکشانی قیمت میشود. بعد این ضربه نهایی به کی است؟ به هم مردم فقیر و کمبغل است. برای یک تن سوزشواری که شما مثلا 300 تومان و 400 تومان فایده به دست می آورید، باز علاوه این آبروی شما را نه در نزد مردم و نه در نزد خداوند زیاده نمی کند. بنابراین از شما بار دیگر خواهش میکنم هر جا که هستید از عدل به کار برید. یکی از متفکران و فیلسوفان بزرگ چینی قدیم، کنفوتسی، که عصر 56 تا سال شماری میلادی زندگی کرده است، در عهد خویش گفته بود: در جامعه‌ای که آنجا عدالت وجود ندارد، ثروتمند بودن عیب است. ولی در جامعه‌ای که آنجا عدالت هست، فقیر و کمبغل بودن عیب است. پس اگر چنین است، وای به حال آن کسانی که در جامعه بی عدالت ثروتمندند. امروز باز در سطح جهانی روز عمومی جهانی زبان مادری یا زبانهای مادری قید کرده می شود. در یک جایگی ما باید اصلاح کنیم. کاری را که از دستمون میآید انجام دهیم، زیرا در یک حدیث هم جناب رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر جا که ظلم و ناعدالتی را دیدید، پیش از همه کوشش کنید با دستتان آن را اصلاح کنید. اگر قوت ندارید، قدرت ندارید، اقلا با سخن آن کار را اصلاح کنید. با سخن برسانید که همین یک ناعدالتی هست، آن را اصلاح کنید. گفتند جناب رسول الله: و اگر در این هم زورتان نمیرسد، بعد در نهایت گفتند با دلتان با آن نفرت کنید. ولی امروز گمانم که گفتن یک کمبودی و طلب اصلاح کردن آن را هر یک ما و شما داریم. خداوند به برای ما و شما توفیق بندگی عطا فرماید و برای آن کسانی که با بلند کردن نرخ مواد سوزشواری و دیگر محصولات نیازی اولیه به مردم سهم گذارند و از مردم برایشان گمانشان هیچ یک نفعی نیست بجز از پولشان، از درگاه خداوند توفیق باز طلب میکنم برای ایشان نیست. خداوند ایشان را به راه راست هدایت کند.
در صحبت‌های بعدی باز با موضوع زبان مادری که امروز است رو می‌آورم، ولی الحال این یک خطابه نچندان شدید به گوش آنهایی است که مسئولند در بلند رفتن نرخ سوزشواری. باز هم توجه کنید، اگر حل کردید خوبتر است، وگرنه باز هم این جبر است، ظلم است، ستم است به جان استفاده برندگان یک مردم عادی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.